رازهای روانشناسی تاریک، نویسنده ویلیام کوپر، مترجم ساره سادات علوی، انتشارات یوشیتا، راوی حسین یونسی. در ابتدای کتاب ویلیام کوپر میگوید این کتاب یک راهنمای مبتدی برای یادگیری مطالبی همچون دستکاری عاطفی پنهان، کنترل ذهن و فریب و شستشوی مغزی است. در این کتاب هنر خواندن ذهن افراد و تأثیرگذاری بر رفتارهای انسانی به شما آموزش داده خواهد شد. ویژگی‌های افراد کنترلگر. یک فرد کنترلگر برای موفق شدن باید از تکنیک‌های خاصی استفاده کند که امکان رسیدن به هدف نهاییش را فراهم نماید که همان استفاده ابزاری از افراد به واسطه دستکاری پنهان است. اکنون بیایید به 3 ویژگی شخصیتی افراد کنترلگر از زبان جورج کی سایمون، نویسنده معروف در حوزه روانشناسی، نگاهی بیاندازیم. باید قادر به پنهان کردن رفتارها و اهداف سودجویانه خود در برابر سوژه‌شان باشند، به طوری که او متوجه هیچ مورد مشکوکی نشود. دوم اینکه باید قادر به تشخیص سوژه احتمالی و نقاط ضعف قربانیان خود باشند تا با توجه به آنها بهترین و مؤثرترین استراتژی و تکنیک را برای دستیابی به اهداف خود برگزینند. باید همیشه راهی برای فرار و مسئولیت از مجازات در برابر احتمالات برخاسته از آسیب دیدگی سوژه، چه جسمانی و چه روانی، در چنته داشته باشند. اولین نکته این است که کنترلگر باید قادر به پنهان کردن افکار خود از دیگران و داشتن رفتاری معمولی و مطابق عرف باشد. کسانی که طعمه افراد کنترلگر می شوند عموماً از تفاوت این افراد با سایرین اطلاعی ندارند. کنترلگر در لباس فردی خوب ظاهر می شود و همچون دوستی صمیمی با شما رفتار کرده و حتی در موارد خاصی از شما حمایت و پشتیبانی هم می کند. پس هیچ یک از این رفتارها را نمی توان در وهله اول آشنایی با افراد بی‌غرض تلقی کرد. این روند به گونه‌ای پیش می رود که وقتی سوژه از مسئله مطلع می شود دیر شده و در آن مرحله فرد کنترلگر اطلاعات مناسب و کافی از سوژه در اختیار دارد که او را مجبور به ادامه روند کند. نکته بعدی این است که کنترلگر باید توانایی دستیابی به نقاط ضعف سوژه‌های احتمالی و قربانیان خود را داشته باشد. این مسئله به آنان کمک خواهد کرد که به روش‌های مناسب برای برتری جستن به سوژه و به دست گرفتن کنترل او دست یابند. گاهی اوقات کنترلگرها تنها با دقت در رفتارها و اعمال دیگران قادر به تشخیص نقاط ضعف آنان خواهند بود، اما گاهی اوقات نیز برای تکمیل کردن اطلاعات خود نیاز به داشتن رابطه شخصی با فرد مورد نظر خواهند داشت. نکته دیگر این است که کنترلگر باید نسبت به قربانیان خود بی‌رحم باشد. این مسئله بدان معناست که نباید اجازه دهد وجدان یا احساساتش در ماجرا دخیل شده و پس از جمع‌آوری کردن اطلاعات کافی به شک بیفتد که آیا انجام چنین کاری در حق فرد سوژه‌اش عادلانه است یا خیر. این مسئله تنها زمانی رخ می‌دهد که کنترلگر درجاتی از رابطه عاطفی با سوژه خود برقرار کرده باشد و یا آن فرد از دوستانی باشد که برای او اهمیت دارند. به طور معمول کنترلگرها تا وقتی که به هدف خود چه جسمی چه عاطفی دست یابند اهمیتی به سوژه‌شان یا اینکه در انتها چه بلایی بر سر آنها و زندگیشان میآید نخواهند داد.
ما به صورت رایگان برای شما کار میکنیم و این رو یک وظیفه اجتماعی و فرهنگی میدونیم. خواهش میکنم شما هم برای حمایت از ما سابسکرایب بفرمایید. سپاس از شما. نشانه‌های یک شریک زندگی یا همسر کنترلگر. اگر شریک زندگی شما کنترلگر باشد، اصول دستکاری عاطفی پنهان را به گونه‌ای در رفتارهای شخصی خود بروز خواهد داد. اگر کسی در رابطه‌ای باشد که شریکش مدام در حال تلاش برای کنترل کردن اوست، آشکارا از این مسئله رنجیده خاطر شده و دنبال راهکاری برای رهایی از این مسئله خواهد بود. اغلب وقتی یکی از طرفین زندگی شخصیت کنترلگر دارد، تلاش می کند تا تأثیرات مد نظر خود را به مخفی ترین حالت ممکن به طرف مقابل خود تحمیل کند. همسران این افراد بدون اینکه متوجه باشند دستکاری عاطفی پنهان را تجربه خواهند کرد. احساسی مبنی بر نارضایتی از زندگی خواهند داشت. این مسئله این برتری را به طرف کنترلگر خواهد داد که بدون اینکه نگران شود به دستکاری عاطفی خود ادامه دهد. دروغ گفتن صرف نظر از هدف نهایی کاری است که این افراد در آن متخصص بوده و همیشه برای دستیابی به خواسته هایشان از آن بهره می جویند. انواع مختلفی از دروغ وجود دارد که افراد کنترلگر می توانند برای دستیابی به اهداف نهایی خود از آنها بهره ببرند. یکی از این انواع گفتن دروغ محض است. برخی دیگر از شیوه‌های دروغگویی شامل حذف برخی از اطلاعات یا بخش‌هایی از حقایق است. علت فریبکار بودن کنترلگرها آن است که آنها می‌دانند به واسطه دروغ می‌توانند کار خود را راحت‌تر پیش ببرند و آسان‌تر به اهداف خود دست بیابند. پس شنیدن دروغ، حتی دروغ‌های کوچک از طرف مقابل خود را به مثابه زنگ خطر بدانید. علت دروغ گفتن افراد کنترلگر آن است که احتمال دارد در صورت بیان حقیقت حمایت دریافتی از سمت طرف مقابل را از دست بدهند و این امر در ضدیت کامل با تمام اهداف افراد کنترلگر قرار دارد. در حقیقت کنترلگر دروغ میگوید تا طرف مقابل را به انجام کاری برای خود مجاب کند و اصولاً وقتی فرد سوژه به دروغ بودن مطلب پی ببرد دیگر خیلی دیر شده است. پس باز هم ضرری به فرد کنترلگر وارد نمی شود. البته در این روش به خصوص هم می توان بخش بیشتری از حقیقت را بیان کرد. تنها کاری که نیاز است فرد کنترلگر انجام دهد حذف یک سری اطلاعات است که در صورت بیان ممکن است سوژه را ناراحت کرده و یا در روند پیشبرد کار خللی ایجاد کند. اما به هر حال این عمل نیز دروغ محسوب می شود و خطرش به اندازه دادن اطلاعات کاملا غلط است و در صورت برملا شدن حتی ممکن است باعث شود که سوژه اعتماد خود به تمامی حرفهای فرد کنترلگر را از دست داده و همه چیز را دروغ تلقی کند. باجخواهی عاطفی. شریک زندگی کنترلگر ممکن است از شیوه‌ای از دستکاری عاطفی به نام باجخواهی عاطفی بهره ببرد. کنترلگر باید تلاش به ایجاد احساس گناه یا دلسوزی در سوژه خود کند. این دو احساس عموماً به قدر کافی قوی هستند که سوژه را وادار به پیروی و انجام خواسته فرد کنترلگر نمایند. عموماً فرد کنترلگر احساس دلسوزی یا حس گناه را به صورت اغراق شده‌ای در فرد سوژه ایجاد می‌کند تا بسته به شرایط مختلف سوژه نیز بیشتر و سریعتر با او همکاری کند. چگونه تشخیص دهیم که تحت دستکاری عاطفی قرار گرفته اید؟ وقتی هدف دستکاری عاطفی قرار بگیرید، احساس ترس، تعهد و گناه خواهید داشت. این سه احساس را به خاطر بسپارید.
آنچه رخ می‌دهد این است که وقتی تحت دستکاری عاطفی قرار می‌گیرید، ذهن شروع به تحمیل اعمالی به شما خواهد کرد که خود علاقه‌ای به انجام آنها ندارید. اگر به این اعمال تحمیلی و تعهدی که در ذهن برای انجام آنها دارید پایبند باشید، احساس غمخوار بودن به شما دست می‌دهد و اگر به آنها پایبند نباشید، احساس گناه به سراغتان خواهد آمد. کنترلگر باعث ایجاد حس ترس در شما شده و ممکن است برای دستکاری عاطفی شما حتی دست به تهدید و اعمال خشونت بزند. اما مهمترین امر باز هم همان احساس گناهی است که متناوباً در شما ایجاد می کند. با اینکه افراد کنترلگر اغلب خود نقش قربانیان را بازی می کنند، اما حقیقت این است که مسبب تمام مشکلات خودشان هستند. فردی که سوژه افراد کنترلگری می شود که مدام در حال بازی کردن نقش قربانیان هستند، مکرراً مدام تلاش می کند که به نحوی باعث از بین رفتن احساس گناه در فرد کنترلگر شود. سوژه چنین دستکاری های عاطفی همچنین نسبت به کنترلگر احساس مسئولیت کرده و برای نجات آنها از این احساس گناه هر کاری از دستشان بر بیاید برای آنها خواهند کرد. پدیده روانشناسی چراغ گاز یکی از متداولترین مفاهیمی است که برای اشاره به دستکاری‌های عاطفی از آن نام برده می شود. این پدیده به طور خلاصه باعث می شود که فرد به خودش، عقلش، ذهنیت و احساساتش شک کند. فرد کنترلگر قادر است شما را وادار کند که بپذیرید که عمل اشتباهی انجام داده اید، در حالی که شما اصلا نمیدانید چه عملی و چه اشتباهی از شما در حین مکالمه سر زده است. اگر شما تحت تأثیر پدیده چراغ گاز قرار بگیرید، احتمالاً دچار احساس گناهی غلط می‌شوید، آن هم بر مبنایی که وجود ندارد، و یا احساس بی‌دفاعی می‌کنید، بی‌دفاعی حاصل از شکست و یا غلط انجام دادن یک کار، در حالی که اصلاً چنین مسئله‌ای وجود خارجی ندارد و برایتان رخ نداده است. نمونه دیگر مربوط به وقتی است که فردی لطفی در حق شما انجام می‌دهد که مجانی و از سر خیرخواهی نیست و دستورالعملی جانبی مبنی بر جبران به همراه خود دارد. چنین عملی دیگر لطف خوانده نمی شود و گونه‌ای دیگر از دستکاری عاطفی است. این درست زمانی است که شما به هدف یک فرد کنترلگر بدل خواهید شد. کنترلگر در ابتدا ممکن است بسیار حامیانه ظاهر شده و الطاف زیادی در حق سوژه مد نظر خود انجام دهد و به همین دلیل تشخیص این افراد برای مردم بسیار گیج کننده و ناممکن به نظر می رسد، چرا که در این رفتارها هیچ زنگ خطری را به صدا در نمی آورند. با سابسکرایب ما از یک جریان فرهنگی حمایت کنید. سپاس از شما. دستکاری عاطفی در محل کار. کارفرماهای کنترلگر گاهی دروغ میگویند و سپس به صورت اغراق‌آمیزی عذرخواهی میکنند و گاه جزئیات را به اشتباه و یا به صورت جزئی یا مغرضانه ارائه میدهند. تلاش میکنند که با بروز رفتارها و عواطف منفی شما را مجبور به انجام کار مد نظر خود کنند. آنها امیدوارند که ترس شما از ایشان موجب فرمانبرداری شما شود. آنها تمایل دارند اظهارات انتقادی کرده و یا حرفهای تمسخرآمیزی نثار شما کنند و یا نظراتی دهند که موجب نمایان شدن کاستی‌های شما شود.
وقتی نسبت به عملکرد شما بازخوردی از خود نشان می‌دهند، بر جنبه‌های منفی کار تمرکز کرده و سعی می‌کنند تلاش‌های شما را بی‌ارزش جلوه دهند. سپس جوری وانمود می‌کنند که انگار بابت این رفتارها احساس گناه می‌کنند، به این امید که باعث شوند شما شرایطشان را درک کرده و پس از دیدن پشیمانیشان بیشتر با رفتارهای این چنینیشان کنار بیایید. آنها برای اینکه به خواسته هایشان عمل کنید شما را احمق خطاب می کنند و مدام می گویند شما متوجه نیستید و یا یاد نمی گیرید که چطور باید کاری را درست انجام دهید. گاهی حتی برای بیشتر کردن تأثیر کارهایشان خودشان را نسبت به کاری که در حیطه تخصص شماست و شما در حال انجام آن هستید متخصص‌تر نشان داده و از موضع بالا به شما می نگرند. ذکر این نکته ضروری است که اجبار به انجام یک کار لزوماً به معنای این نیست که شما با یک کارفرمای کنترلگر طرف هستید، چرا که ممکن است برای هر یک از ما پیش بیاید که منافع و خواسته های خود را در برهه به خصوصی مقدم بر منافع سایر افراد قرار داده و برای اطمینان از رسیدن به خواسته های خود از روش های دستکاری ذهنی استفاده کنیم. نکاتی برای مقابله با افراد کنترلگر. از حقوق اساسی خود تحت عنوان حقوق بشر آگاه باشید. در هنگام رویارویی با یک فرد کنترلگر که قصد استفاده از دستکاری ذهنی و عاطفی در برابر شما دارد، تنها قانون موجود این است که از حقوق خود دفاع کرده و به آن پایبند باشید. شما حق دارید تا زمانی که آسیبی متوجه دیگران نشود برای دفاع از خود به پا خیزید و از حق خود دفاع کنید. از سوی دیگر هم اگر کسی طی فرایندی به دیگران آسیبی وارد کند، حقوق اساسی که متوجه خود آن فرد است نقض می شود. گزیده ای از حقوق اساسی انسانها بدین شرح است: این حق شماست که با شما درست و مناسب رفتار شود. به هر چه می خواهید اعتقاد داشته باشید. هر طور می خواهید فکر کنید و هر تصمیمی که می خواهید بگیرید. خودتان را در اولویت قرار دهید و در نهایت آنچه برایش هزینه کرده اید را دریافت کنید. مشخص است افراد زیادی در جامعه هستند که به حقوق دیگران احترام نمی‌گذارند. به طور کلی کنترلگرهای عاطفی می‌خواهند این حق را از شما سلب کنند تا بتوانند شما را مورد دستکاری قرار داده و از شما سوء استفاده کنند. اکثر افرادی که با این خصیصه‌های اخلاقی زندگی می‌کنند تمایل به صفر و صدی بودن دارند، به گونه‌ای که گاهی نسبت به یک فرد با کمال محبت و احترام رفتار کرده و نسبت به فردی دیگر به بی‌ادبانه ترین و نامحترمانه ترین حالت ممکن واکنش نشان می‌دهند. صورت دیگر این قضیه نیز این است که در برابر یک فرد کاملاً با آرامش و حتی بی‌دفاع و در برابر فردی دیگر خصمانه و خشونت‌آمیز رفتار می‌کنند. از سرزنش کردن خود و به گردن گرفتن تقصیر و شخصی سازی آن پرهیز کنید. رابطه خود را با شخص مقابل پیش رویتان بیاورید. از خود بپرسید: آیا با من با احترامی که لایقش هستم برخورد می شود؟ آیا معیارها و استانداردهای این شخص برای من مناسب است؟ آیا این رابطه حقیقتاً دو طرفه است؟ آیا من در این رابطه نسبت به خودم احساس بهتری دارم؟ پاسخ شما به این سوالات نکات مهمی را درباره وجود یا عدم وجود مشکل در رابطه ایتان برملا خواهد کرد. دوستی‌ها و روابط مسموم. منظور از بودن در یک دوستی یا رابطه مسموم چیست؟
دوستی یا رابطه مسموم به این معنی است که شما در یک رابطه یا دوستی ناسالم قرار دارید. این رابطه ممکن است با یکی از افراد فامیل، همکلاسی، همکار و یا حتی همسرتان باشد. در این روابط عموماً شما نمی توانید پیوندی ثابت و سازنده با طرف مقابل برقرار کنید و این مسئله مدام موجب می شود که خودتان را زیر سوال ببرید. یکی از راه‌های تشخیص سمی بودن یک رابطه دریافت شواهد مبنی بر دستکاری عاطفی و تله‌های منجر به ایجاد احساس گناه در شماست. دوستی‌ها و روابط مسموم عموماً طاقت فرسا و تحلیل برنده خواهد بود. روش‌های کنترل ذهن. لبخند یکی از قوی‌ترین ابزاری است که ما به واسطه آن تجهیز شده‌ایم. تنها با تغییر دادن انحنای انتهای لب‌هایتان به سمت بالا می توانید هر موقعیت بدی را به یک موقعیت خوب و کنترل شده بدل کنید. بسیاری از افراد وقتی که نتوانند برق چشمان یا سفیدی دندانهای شما را طی مکالمه ببینند احساس بی‌ارزشی می کنند. حتی لبخند آنهایی که دندانهایی به هم ریخته دارند نیز میتواند هزاران بار دوستانه تر و دلرباتر از لبخند آنهایی باشد که نیمی از عمر خود را در مطب‌های دندان پزشکی گذراندند اما هنوز از دندانهایشان برای آفریدن لبخندی زیبا استفاده نمی کنند. این موضوع ساده و پیش پا افتاده ای نیست. لب‌های شما حرف‌های بسیاری به طرف مقابل میزنند، حتی وقتی کلمه ای از آنها خارج نمی شود. تحقیقات نشان داده است که اگر طرف مقابل لبخند بزند، اکثر افراد در جوابش لبخند خواهند زد. وقتی می خندیم، جو به شدت تغییر کرده و بهتر خواهد شد. شاید عجیب به نظر بیاید اما اگر موجب لبخند زدن فردی شوید، حالت روحی او تغییر کرده و نرمتر و دوستانه تر خواهد شد. ظاهر. چه دوست داشته باشیم چه نه، انسان طبیعتاً مقداری سطحی نگر و ظاهربین است. ما به صورت غریزی به سمت افراد جذاب کشیده می شویم. شما می توانید بهترین استفاده را از این قضیه برده و با ساخت ظاهری جذاب افراد بسیاری را به خود جذب کنید. همه چیز در پله اول برای افراد زیبا بهتر است، اما جذابیت به تنهایی نمی تواند شما را به هدفتان برساند. باید روی آن وقت بگذارید و با برنامه ریزی روی آن خود را بالاتر بکشید. شما باید اعتماد به نفس داشته باشید، احساس راحتی کنید و زبان بدن خود را ماهرانه کنترل کنید. این گونه می توانید از آن بهره ببرید تا بتوانید از آن در روانشناسی شخصی یا حرفه‌ای خود به بهترین شکل نفع ببرید. اما به هیچ وجه زیاده روی نکنید، چون در نهایت هیچ کس جذب افرادی که خیلی احساس راحتی کرده و بیش از حد دوستانه برخورد میکنند نمی شود. پافشاری و ثبات در عمل ابزاری عالی است، زیرا به فرد کمک می کند تا اطلاعات را به درستی تعیین و پردازش کند. اگر فروشنده‌ای بخواهد خریدارش را مجاب کند، باید از صحت استدلال‌های خود اطمینان حاصل نماید. شواهد دروغین قابل شناسایی هستند و در صورت مشخص شدن تمام روند را منحل می‌کنند. حرفی که بیان می‌کنید صحیح و صادق باشد و به این روش سوژه را با شدت بیشتری ترغیب کنید. تعهد چیزی است که با انسجام و ثبات همراه است. اصل استمرار بیان می‌کند که اگر مسئله‌ای به صورت کتبی نوشته و یا به صورت شفاهی بیان شود، شخص بیش از حد عادی مستعد به پایبند بودن به آن خواهد بود.
دلیل اینکه تعهدات کتبی معتبرترند این است که موضوع قرارداد از نظر احساسی ملموس‌تر بوده و شواهد محکمی مبنی بر موافقت طرفین بر سر موضوعی مشخص وجود دارد. این مسئله با عقل جور در می آید. بسیاری از افراد به راحتی می توانند شفاهاً قول دهند که چیزی را درست می کنند یا کاری را انجام می دهند، اما بعد بروند و دیگر پشت سرشان را هم نگاه نکنند. البته این مسئله هم وجود دارد که اگر درخواست شفاهی مؤدبانه و دوستانه باشد، احتمالاً پذیرش آن و عمل به آنچه بیان شده بیشتر خواهد بود. اما باز هم همیشه نتایج حاصل از درخواست‌ها و قراردادهای شفاهی چالش برانگیز است. به هر حال هیچ راهی برای پشتیبانی از معاهدات کلامی وجود ندارد. ترغیب و متقاعدسازی افراد بخشی از روابط اجتماعی است. بنابراین باید از قوانین آنها نیز پیروی کند. هر فرد تحت تأثیر افرادی که در اطرافش هستند قرار می‌گیرد. به سمت انجام کاری که دیگران در حال انجام آن هستند جذب می‌شود. مردم به طور ناخودآگاه اعمال و عقایدشان را با اطرافیان خود هماهنگ کرده و نحوه رفتار و تفکرشان را نیز به آنها شبیه می کنند. برای مثال وقتی فردی در شهری بزرگ می شود، احتمالاً خصیصه های اخلاقی افرادی را پیدا می کند که در همان منطقه زندگی می کنند. و همچنین فردی که در یک خانواده مذهبی بزرگ می شود نیز احتمالاً عقاید و تفکرات مذهبی مشابهی نسبت به خانواده و اطرافیان خود پیدا کرده و احتمال دارد مدت زمان زیادی را صرف نیایش، آموزش و کمک به دیگران کنند. مردم دوست دارند از تمام کارهایی که اطرافیانشان به آن مشغولند آگاه باشند. عبارت انرژی جمعیت در این زمینه به خصوص مفهومی قدرتمند به همراه دارد. افراد تمایل دارند که از کارهای افرادی که اطرافشان قرار دارند برای مثال همکاران یا آشنایانشان آگاه باشند، در حالی که مردم مدام میگویند میخواهند خاص باشند و در شیوه زندگی خود منحصر به فرد عمل کنند. تقلید از اطرافیان برای عضوی از محافل آنها شدن به یک اعتیاد تبدیل شده است. نمونه‌ای از این موضوع را میتوان در موضوعات مربوط به کمک‌های پرداختی از طریق تماس‌های تلفنی مشاهده کرد. اگر مجری برنامه بگوید اپراتورهای ما منتظر تماس شما هستند، لطفاً همین الان تماس بگیرید، ممکن است برای مخاطب چنین تصوری ایجاد شود که تمام اپراتورها در محل کار نشسته و هیچ کاری برای انجام دادن ندارند، چون هیچ کس با آنها تماسی برقرار نکرده است و آنها منتظر تماس هستند. این تصور که هیچ کس هنوز تماسی برقرار نکرده است باعث می شود که مخاطب نیز تمایلی به گرفتن تماس پیدا نکند. اما اگر مجری برنامه کمی کلماتش را تغییر دهد و بگوید اگر خطهای اپراتور مشغول بودند لطفاً مجدداً تماس حاصل فرمایید، نتیجه کاملا متفاوتی به دست خواهد آمد. حل مسئله اینطور به نظر می رسد که افراد بسیاری با آنها تماس گرفتند و اکنون شرکت برای اینکه اعتبار و شهرت خود را حفظ کند باید در جهت دلجویی از مخاطبانی که تماس گرفتند اما به دلیل تردد تماس‌های دیگر خطوط کافی برای پاسخگویی به آنها وجود نداشته است، این جمله را بیان کرده و به مردم دلگرمی می دهند که در اسرع وقت به تماس آنها پاسخ داده خواهد شد. در مواردی که مخاطب هنوز نسبت به کاری که در حال انجام آن است اطمینان ندارد و یا گزینه‌های متفاوتی که در یک شرایط خاص در دسترس اوست اما بسیار شبیه به یکدیگرند، از روش روانشناختی ترغیبی تعهدی استفاده می شود. رویکرد دیگر استفاده از داده‌های رفتاری در صورت وجود برخی همبستگی‌ها میان افراد است. روابط حساب شده. آیا شما فردی هستید که به راحتی با دیگران ارتباط عاطفی برقرار کرده و با آنها درد دل می کنید؟ این کار اشتباه است،
چرا که کنترلگرها نقاط ضعف شما را شناسایی کرده و از آنها علیه شما استفاده خواهند کرد. به علاوه شما از این طریق روش معمول انجام کارهایتان را به راحتی به آنها ارائه داده و به هدفی راحت تر تبدیل خواهید شد. کنترلگرها در این نوع روابط نتایج اعمالتان را برآورد کرده و سپس در صدد این برمیآیند که به شما ثابت کنند که بیش از اینها از شما برمیآید و وجهه حامیانه به خود میگیرند. آنها به آرامی شما را متقاعد میکنند که فقط خوبی شما را میخواهند، اما به هیچ وجه چنین نیست. پایان قسمت 8 از کتاب روانشناسی تاریخ